کمیته اولتوی فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 12 مارس در نتیجه فرآمدن ترمه دو صدمه رخ داده. در یکی از این صدمه ها دو نفر پدر و پسر جان باختند. بنا به اطلاع این نهاد روز 12 مارس در کیلومتر 693 روی خوروغ مرغوب در موضع غند جماعت وان قلعه‌نویه شغلان ولایت مختار کوهستان بدخشان در نتیجه فرآمدن ترمه یک ماشین بارکش تمغه دولان به درای غند سرازیر شده است. در نتیجه راننده ماشین ساکن 63 ساله نویه رودکی و مسافر 40 ساله که پسر خود راننده بوده است در جای حادثه جان دادند. جسدهای هر دو را از دریا بیرون کشیده و مقامات حفظ حقوق سپاریدند. همان روز 12 مارس تقریبا ساعت 13:30 در کیلومتر 71 روی دوشنبه ورزاب هنگام حرکت از سوی خوجند به طرف دوشنبه ماشین بارکش تمغه مرسدس دف تحت اداره ساکن 45 ساله ایسار زیر ترمه ماند و به جری چقوریش 100 متر سرازیر شد. نجات بخشان در این شوراه نوبتدار کمیته اولتوی فوق‌العاده و کارمندان شرکت آیرس به جری فرآمده راننده و مسافرش را از داخل ماشین بیرون آوردند. خوشبختانه آنها زنده ماندند و هر دو را به بیمارستان انتقال دادند. چند روز باز در تاجیکستان هوای نامساعد همراه با باران و سیل و ترمه و سنگریزی تخت و تاز دارد. کمیته اولتوی فوق‌العاده گفت فقط روز 13 مارس در حدود ناحیه‌های درواز و لخش 6 حالت سنگریزی به قید گرفته شده. در یک شبانه روز اخیر در راه‌های دوشنبه خوجند، دوشنبه خوروغ اشکوشم، خوروغ مرغوب 36 ترمه فرآمده است. در عموم از اول سال جاری در راه‌های تاجیکستان 257 حالت ترمه فرایی ثبت شده است. کمیته اولتوی فوق‌العاده گفت در حال حاضر چندین راه‌های کوهستانی از جمله ونج روشان، شغنان خوروغ، روشان برتنگ، خوروغ روشکله و خوروغ مرغوب به دلیل ریختن ترمه زیاد بسته می باشند. بنا به پیشبینی هواشناسان هوای تاجیکستان دست کم تا 20 مارس نامساعد و پربارش باقی مانده. در این روزها احتمال باریدن باران در وادی‌ها و برف تر در کوهستان همچنین رعد و برق، ژاله و تیر و کمان خیلی زیاد بوده. خطر فرآمدن ترمه‌ها، سنگریزی و سیل و آبخیزی بخصوص در منطقه‌های کوهستانی تاجیکستان نیز بلند باقی میماند. به این دلیل کمیته اولتوی فوق‌العاده از ساکنان خواسته است که در این روزها از سفرهای بدون ضرورت به راه‌های کوهستانی، انجام کارهای صحرایی، چراندن چاروا، جمع‌آوری هیزم و علف‌های بهاری، ماهیگیری و شکار از کوه‌ها خودداری کنند و هنگام سفر از حد اکثر احتیاط کار بگیرند.